دوستای مهربونم سلام، ممنونم که با لایک و کامنت هاتون از من حمایت میکنید و مثل همیشه به هم کلی انرژی میدید. برای هر کسی یه دوران خوشی بوده که همیشه میگه کاش به اون دوران برمیگشتم. از خیلی دوستان اطرافیان که میشنوم میگن کاش تو اون دوران کودکی میموندیم. ولی من برعکس همه سختترین و بدترین روزهام رو تو دوران کودکی گذروندم که هیچ وقت از یادم نمیره و همیشه توی ذهنمه. تنها دوران خوش زندگیم فقط چند ماه بود که براتون تعریف میکنم که اونم باز شده تلخترین و بدترین تاریخ زندگیم. همیشه احساس میکنم یه چیزی گوشه قلبم کم دارمش. اسمم نگاره، متولد 1367. طی خانواده 5 نفره به دنیا اومدم که آخرین فرزند خانواده هستم. یه خواهر و یه برادر از خودم بزرگتر دارم که هر کدوم یه 2-3 سالی از نظر سنی فاصله داریم. البته ناگفته نمونه که مادرم قبل از این که زن پدرم بشه یه ازدواج دیگه داشته که از اون ازدواج 3 پسر داره و همسرشو از دست میده و بعد از چند سال با پدرم ازدواج میکنه. البته اون بچه ها واسه خودشون خونه پدریشونو داشتن و اونجا زندگی میکردن. ولی خب با ما در ارتباط بودن. مادرم همیشه بهشون سر میزد و اونا هم به خونه ما می اومدن. پدرم هم با رفت آمدشون مشکلی نداشت و اتفاقاً بهشون محبتم میکرد. چون پسرای خیلی آروم و درس خونی بودن که هیچ آزار و اذیتی واسه ما نداشتن و اکثراً هم خونه خودشون بودن. پدرم هم قبل مادرم یه ازدواج ناموفق داشت. از همسر قبلیش یه دختر داشت که تو سن 11 سالگی شوهرش میده و به خواستگاری مادر من میاد و باهاش ازدواج میکنه و حاصل ازدواجشون من و خواهر و برادرم بودیم. من از همون بدو تولد به قول اطرافیان مادرم اصلا ازم خوشش نمیومد. گویا بعد از برادر و خواهرم دیگه نمیخواسته که باردار بشه و من ناخواسته بودم. هر کار و روشی که بوده رو انجام داده که من نباشم. ولی خب خواسته خدا یه چیز دیگه ای بوده. حتی اون شب که من به دنیا اومدم مادرم همین که چشم پرستارا رو دور میبینه منو میندازه سطل اشغال و زود برمیگرده سر جای خودش که یکی از خدمه ها میبینه و مادرم رو سرزنش میکنه. ولی مادرم گوشش به این چیزا بدهکار نبود و قبول نمیکنه که بهم غذا بده. تو همون روزا یکی از فامیلامون بچهش دنیا میاد و چند باری بهم غذا داده و مادرمم کم کم دلش بره میاد و غذای خودشو بهم میده. ولی خب با نارضایتی کامل. پدر و مادرم عاشق خواهر بزرگم نیان بودن چون میگفتن خیلی پا قدمش خیر بوده. همین که به دنیا اومده پدرم سر کار دولتی رفته و درآمدشون خوب شده و بعدش برادرم صبحان به دنیا میاد و اینو به فالنی گرفتن چون پسر بوده و عزیز دردونه پدر و مادرم شده بود. ولی هر چقدر اونا رو دوست داشتن از من بعدشون میومد. ولی من با وجود اون بلاها قرار بود وارد این دنیای بیوفا بشم. بعضی از بچه ها از بی‌محبتی گوشه‌گیر و افسرده میشن. بعضی ها هم به حدی شلوغ میشن که هیچ کس نمیتونه مهارشون کنه. منم چون هیچ محبتی از اعضای خانوادم ندیدم به جز تحقیر و توهین. به خاطر همین جز بچه های شر و شیطون بودم. با اینکه دختر بودم ولی خیلی شر بودم که این رفتارام باعث شد اطرافیان بیشتر ازم متنفر بشن. اون وقتا ما با خواهرم قالی می بافتیم. از محبت خواهرم چیزی نصیبم نشد. خواهر بزرگم چند باری دستم و حتی یه بار قلاب قالی بافی رو هم. خلاصه که تا 2 هفته چشمم خوب نمیدید.
مادرم به جای اینکه اونو تنبیه کنه به من سرزنش میکرد و میگفت که تو آدم به درد نخوری هستی. چرا نیانه عصبانی میکنی و حتما تقصیر تو بوده؟ و این رفتارا باعث شد که من سرکشتر هم بشم که حتی معلم و مدیر مدرسه از دستم ذله شده بودن. خلاصه زندگی من با محبتی اطرافیانم ادامه داشت و از همه بدتر این که هیچ وقت برای من لباس و وسایل نو نمی گرفتن. همیشه باید لباس کهنه خواهرم رو می پوشیدم و همشم لباسام پاره پوره و کثیف بود. کاری به خورد و خوراکم هم نداشتن. اگه بود میخوردم. اگه هم نبود باید همینجوری سر میکردم. یادم تو دوران مدرسه وقتی بچه ها خوراکی دستشون بود من همش با حسرت بهشون نگاه میکردم. نه پول نه خوراکی هیچ کدومشو به هم نمیدادن. ولی از پول قالی که میبافتم مادرم برامون طلا میگرفت. میگفت طلا خوبه پس اندازه. از اون همه قالی بافی یه دونه گوشواره کوچیک سهم من بود. ولی برای نیان بیشتر گرفته بود. اونم همیشه جلوم پوز میداد و منو جری‌تر میکرد که بیشتر اذیتش کنم. وقتی وارد راهنمایی شدم با این حال که قیافه خوشگلی هم داشتم سر و وضعم خیلی شلخته و نامرتب بود. به خاطر همین هیچکی با هم دوست نمیشد. حتی معلم و مدیر مدرسه هم ازم دوری میکردن. تصمیم گرفتم دور از چشم مادرم گوشواره رو بفروشم و با پولش مانتو و کیف و کفش نو بخرم. البته نگفته نمونه که سر این جریان کلی حرفم شنیدم و چند روزی هم به هم غذا ندادن. منم از مقدار پولی که از فروش طلا مونده بود برای خودم خوراکی می خریدم. با اینکه همیشه از طرف خانواده طرد بودم برام مهم نبود اونا چه رفتاری با هم دارن و از این طرفم خوشحال بودم که لباسام شیک و مرتب شده. ولی متاسفانه چون اون مانتو رو خودم خریدم و از جنسش سر در نمی آوردم بعد از چند بار شستشو دوباره پاره شد و من مجبورن اونو تو مدرسه پوشیدم. ولی دیگه از نگاه های ترحم آمیز هم کلاسی هم خسته شده بودم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که ترک تحصیل کنم. خانواده هم هیچ مخالفتی نداشتن. اتفاقا خوشحالم شدن که دیگه کارای خونه و قالیبافی رو راحت تر انجام میدادم. تو اون روزا بود که نیان با یه پسری آشنا شد و با هم سر و سری داشتن و پنهونی بیرون میرفتن و بعد از مدتی هم با هم ازدواج کردن و نیان رفت سر خونه و زندگی خودش. نیان هیچ وقت به من روی خوش نشون نمیداد. یادمه برای اولین بار که عادت شدم به نیان گفتم که چیکار کنم. بعدا یه سری وسیله ها میخواستم. روم نمیشه به مامان بگم. تو این کارو برام انجام میدی؟ اونم با حالت تمسخر رفت و به مادرم گفت. مادرمم چشمتون روز بعد نبینه. اومد و کلی بهم حرف زد که چرا به این زودی این حالت ها به دست میده. حتما با فکر و خیالای بد استراحت میکنی و مغزت بده. از اون حرفای قدیمی که اکثرا هیچ وقت بچه ها رو درک نمی کردن. به جای اینکه دلداریمون بدن دردمون کمتر بشه بیشتر نمک رو زخممون میپاشیدن و با حرفاشون دلمون رو میشکستن و ما هم انگار خلاف یا کار بدی انجام داده باشیم. بدترین دوران زندگیمون اون دوران بود. مخصوصا برای من که هیچ وقت به هم محبت نشد و آخر سر مادرم با کلی مکافات چند تا دستمال آورد و گفت که از اینا استفاده کن. زود به زود بشور و برای نیان بهترین پدها رو میخرید. خلاصه بعد از این که ترک تحصیل کردم و خونه نشین شدم تو سن 12 سالگی بودم. به خاطر قیافه و جذابیتم برای من تک و توک خواستگار می اومد. تو اون احوالات بود که یکی از برادرای ناتنیم عاشق دختری میشه و از پدر و مادرم میخواد که برن خواستگاریش. اونا هم قبول کردن و با هم رفتیم خواستگاری آذر. اون خانواده هم گفتن که ما رسممون اینه که وقتی یه دختر رو بهتون بدیم باید یه دخترم از شما بگیریم. تنها دختران خانواده من بودم.
به خاطر همین از دیدن من خیلی خوشحال شدن و گفتن که شما نگار رو به ما بدید تا ما هم آذر رو بهتون بدیم. اول شوکه شدم و تو دلم گفتم شاید من ازش خوشم نیاد خب، تا اینکه ناخودآگاه وقتی چشمم تو چشم آرش برادر آذر افتاد یه دل نصد دل عاشقش شدم. اونم فکر کنم حس منو داشت، چون هی زیر زیرکی نگاه میکرد و لبخند میزد. با وجود اینکه این درخواست از روی اجبار بود، ولی من و آرش خوشبختانه عاشق هم شدیم. آرش خیلی خوش قیافه و خوش سیما بود و جدا از قیافه اخلاق خیلی خوبی هم داشت که همه بی محبتی هایی که به هم شده بود و جبران میکرد. خانواده آذر خیلی سختگیر بودن و گفتن که باید هر دو طرف یه مدت با هم باشن و تصمیم میگیریم که چی کار کنیم. و این شد که رفت آمدمون با هم زیاد شد و من و آرشم یواشکی به هم دل میدادیم و قلوه میگرفتیم. حتی از آذر و برادرمم بیشتر عاشق هم شده بودیم. دوران خوش زندگیم فقط اون مدت کوتاهی بود که با آرش بودم. هرچند الان شده تلخ‌ترین خاطره زندگیم. من از بچگی کلاً از خدا گله داشتم. هر وقت که دیواری روبرو می دیدم فکر می کردم که خدا جلوم نشسته. همش ازش شکایت می کردم که چرا هیچ کس توی این دنیا منو دوست نداره. ولی اون مدت که با آرش بودم می گفتم که خدایا شکرت، اون همه سختی به هم دادی که این خوشی بزرگ و نصیبم کنی. روزی 1000 بار سجده شکر به جا می آوردم. آرش یه زنده داشت به اسم فرشته که از اولین دیدار ازم خوشش نمی اومد، چون خیلی از هر نظر نسبت به اون سرتر بودم و میدونست دارم جاریش میشم. ناخودآگاه حس میکردم ازم متنفر شده، چون رفتار و برخوردش اینو نشون میداد. فعلا خانواده یارش به طور رسمی ازم خواستگاری نکرده بودن و فقط همینطوری یه حرفی زدن. فرشته هم از فرصت استفاده کرد و یه روز اومد خونمون و گفت که برادرم خیلی وقته که از نگار خوشش میاد، میخوایم بیایم خواستگاریش. و چون خانواده آرش خیلی از فرشته حساب میبردن، اصلا مخالفتی نکردن و پدر و مادرم هم که اصلا نظر منو نپرسیدن. قبول کردن که خانواده فرشته برای برادرش به خواستگاری من بیاد. ولی من داشتم از حرص و عصبانیت حالم بد میشد. آرشم به من گفت تو فقط جواب منفی بده و کاریت نباشه. قرار گذاشتن و خانواده فرشته یه شب اومدن خواستگاری. منم بهشون جواب رد دادم. هرچی اصرار کردن که با هم حرف بزنین، فقط گفتم من هیچ علاقه‌ای به این آقا ندارم. لطفاً دیگه تکرارش نکنین. چون همیشه سرکش بودم، پدر و مادرم از این میترسیدن که آبروریزی کنم. به خاطر همینم چیزی نگفتن. اونا هم با دلخوری خونه ما رو ترک کردن. خلاصه یه روز به آرش گفتم دیگه دیره، چرا خانواده‌ات با پیش نمیذارن؟ خودشون این حرفا زدن. پس واسه چی اقدامی نمیکنن؟ اونم گفت صبر کن. خانواده من سختگیرن و دوست ندارن که یهویی کسی رو عروسشون کنن. باید اخلاق طرف مقابل رو بشناسن و شما هم با رفتار و اخلاق ما آشنا بشین. ولی خب متاسفانه فرشته شده بود برای جون من. بعد از مدتی اونا آذر رو به برادرم دادن، چون برادرم موقعیت و شغل خوبی داشت. ولی متاسفانه فرشته آدم بدی بود. اون قدم گوششون بعد من گفت و دعا و جادو و جنبل کرده بود که اونا خود به خود از من روی برگردونده بودن و ازم خوششون نمی اومد. هرچی آرشم بهشون اصرار می کرد فایده نداشت. کلاً از من زده شده بودن. حدود 2 سال من و آرش کنار هم در ارتباط بودیم و آرشم کم کم خسته شده بود و میگفت که خانوادم به هیچ عنوان راضی نمیشن و گفتن که اگه نگار رو میخوای باید قید ما رو بزنی. فرشته هم بهشون گفته نگار رو با پسری زیادی دیدم و لباس و رفتارش هم اصلا مناسب یه دختر معقولی نیست.
منم کلی تعجب کردم که این حرفا رو از کجا در آورده، چون به غیر از آرش با هیچ کس در ارتباط نبودم و واقعا دوستش داشتم. خلاصه با حرفاش کاری کرده بود که خانواده آرش منو به عنوان یه آدم بد میشناختن. حتی برادر ناتنیم از من خوشش نمی اومد و کم کم اونم ازم فاصله گرفت. آرش بهشون گفته بود اگه نگار بده چرا رفتین برای داداشت خواستگاری، که فرشته هم گفته بود ما هم تازه فهمیدیم که آدم بدیه. برادرم هم چند باری به هم گوش زد کرد که دیگه آرش رو فراموش کن و زندگی من آذر رو خراب نکن. بیشتر از اینم نذار که اسمت بد در بره. منم فقط خواهش و گریه می کردم و می گفتم که به خدا من هیچ مشکلی ندارم. این حرفا همش تهمتیه که فرشته به من بسته. اگه مشکلی داشتم آرش انقدر وابستم نبود و اصرار نمی کرد که خانوادهش بیان خواستگاریم. خدا از فرشته نگذره که داره همه چیزو خراب میکنه. ولی هیچ کس گوشش به این چیزا بدهکار نبود. آرش هم هر کاری کرد هیچ کس قبول نمی کرد که باهاش بیاد خواستگاریم. یه بار با عمو، یه بار با دایی، یه بار تنهایی می اومد خونمون و هر بارم پدرم اونو بیرون می کرد و می گفت که هر وقت خانوادت راضی شدن اون وقت بیا اینجا. آرش دقیقاً 16 بار اومد خواستگاریم. حالش خیلی بد بود. حتی یه بار برام حلقه هم گرفته بود و با خواهش و گریه پدر و مادرم رو قسم میداد که حلقه رو دست من کنه که کسی نیاد خواستگاریم. چون من به سن 18 سالگی رسیده بودم و تو اون دوران این سن برای ازدواج زیاد بود. درسم نمیخوندم. جایز نبود که بیشتر از این خونه پدرم بمونم. ولی مادرش همین که شنید انگشتر برام آورده یه قش قلقی به پا کرد که خانوادم داشتن رسوا می شدن. پدرم هم حلقه رو به آرش پس داد و آب پاکی رو ریخ رو دستش که حتی اگه پدر و مادرتم بیان نگاه رو بهت نمیدم. اگه یه بار دیگه هم اینجا ببینمت به پسرام میگم کاری باهات کنن که دیگه نتونی سر بلند کنی. دیگه این اطراف پیدات نشه. مادرشم با حرف و حدیث و جاد و جنبل آرش رو کم کم نسبت به هم سرد و سردتر کرد. ولی من هر کاری کردم عشق آرش از دلم بیرون نرفت که نرفت. حتی چند باری دست به کارای بد زدم و نجاتم دادن. حتی خود خدا هم دیگه منو نمیخواست. به پدر و مادرم خواهش میکردم که بذارید با آرش ازدواج کنم. ولی خب هر بار حرف و اتفاقای بدی میافتاد. میشنیدم ازشون که چقدر بیادب و بیابرویم. منم میگفتم که تقصیر خودتونه که این عشق تو دلم انداختین. من همش برای رسیدن به آرش تلاش میکردم و توی این احوالات بودم که یه روز برادر ناتنیم اومد خونمون و کارت عروسی آرش رو برام آورد. یه نگاه عمیق به من کرد و از خونمون بیرون رفت. منم رو کارت عروسیش تا تونستم گریه کردم و برای همیشه عشق آرش رو تو قلبم دفن کردم و پدر و مادرم هر کاری کردن ولی خب به عروسی نرفتم و اون شب برای من شب عزا بود. یه جوری زن آرش رو نصیحت کرد و تو گوشش خونده بودن که فوری باردار شد و شنیدم که داره بچه دار میشه و دیگه فهمیدم که برای همیشه آرش رو از دست دادم. حالم به حدی بد بود و افسرده شده بودم که کل خانواده هم دلشون واسم میسوخت. حتی میگفتن اگه تو رو میخواست زن نمیگرفت. منم میگفتم اگه عاشقم نبود 16 بار نمیومد خواستگاریم. آرش رو تو چشم من بد نکنین. اطرافیانش منو نمیخواستن و اونو از من دور کردن. خلاصه روزها گذشت و منم یهویی تصمیم گرفتم که ازدواج کنم. ولی نمیخواستم توی این شهر بمونم چون احساس میکردم اگر که توی این شهر با یه آدم دیگه سرم رو بالش بذارم به آرش بی‌وفایی کردم. هرچند که خود آرش زن و بچه داشت و فکر نکنم که یه لحظه هم دیگه به من فکر میکرد. پس به خانوادم گفتم که اگه از یه شهر دیگه برام خواستگار اومد اجازه بدید که ازدواج کنم.
چون نمیخوام کلاً توی این شهر زندگی کنم. برادرام این فکرمو عاقلانه دونستن و گفتن که این بهترین تصمیمه. چون نکنه که آرش رو نگار با وجود همسراشون به هم برگردن و رسوایی به بار بیارن. به خاطر همینم پدر و مادرم هم قبول کردن. دست بر غذا از یه شهرستانی که 2-3 ساعت از شهر خودمون دور بود یه خواستگار برام اومد. البته تو شهر خودمون سرباز بود و چند باری که منو دیده بود خانواده‌شو آورد خواستگاریم. مغزم درگیر بود. داشتم خودمو گول میزدم چون همش به آرش فکر میکردم و نمیدونستم که چی کار کنم. با خودم میگفتم دیگه اون برای خودش خانواده داره. دیگه فراموشش کن و به زندگی جدیدت دل ببند. توی این احوالات بودم که یه روز زنگ خونمونو زدن. آرش بود. با گریه و ناراحتی اومد پیش پدرم و گفت که من بدون نگار نمیتونم زندگی کنم. زنم رو طلاق دادم. باید دخترتون رو بهم بدین. ولی پدرم با بدترین حالت ممکن بهش گفت که از خونه من برو بیرون. نگار داره ازدواج میکنه. منم تو اتاق خواب بودم و پا به پای آرش گریه کردم. ولی آرش تکون نمیخورد و فقط خواهش میکرد که نگار رو بهم بدین. ولی پدرم داداشمو صدا زد و اونا هم اومدن و اونو از خونه بیرونش کردن. منم دیگه طاقت نیاوردم. خواستم به پدرم بگم جوابم به خواستگارم منفیه که پدرم کار خودشو کرد و به محمد خواستگارم گفت که دخترم جوابش مثبته. اگه نگارو میخوای زودتر کاری عروسیمونو انجام بده و با خودت ببری شهر خودتون. کارهای عروسیم عجله‌ای و برخلاف میل من برگزار شد. با دلی پر از غم و قلبی پر از درد به خونه بخت و شهر دیگه ای راهی شدم. ولی همچنان دلم پیش آرش بود. زندگی من و محمد زیر یه سقف شروع شده بود. توی پاگوشه ها بود که چند باری آرش رو دیدم و دوباره دلم هواشو کرده بود. ولی به روی خودم نیاوردم. اونم یه بار از فرصت استفاده کرد و منو تنها گیر آورد و گفت نگار من همچنان منتظرتم. بیا جدا شو. میدونم تو هم که دلت پیش منه. ولی من گفتم آرش این حرفو دیگه تکرارش نکن. چون من دیگه شوهر دارم و الانم برادرام تو شغل و موقعیت خیلی خوبی هستن. نمیخوام آبرو ریزی کنم. تازه ما قسمت هم نبودیم. برو دنبال زندگیت. هرچند که قلبم تا ابد برای آرش میتپید. ولی خب از یه طرف نمیخواستم که آبروریزی کنم و از طرف دیگه از آرش مطمئن نبودم. چون همیشه با خودم میگفتم اگه به خاطر من جلوی خانوادش وای میستاد و زیاد اصرار میکرد الان وضعیت ما اینجوری نبود که. به خاطر همین بهش اصلا رو ندادم و هر جا اون بود سعی میکردم که نرم. از محمد بگم که اوایل اخلاقش خوب بود. منم با خودم گفتم خب دیگه آرش رو فراموش کنم و به زندگیم دل ببندم. تا خواستم با زندگیم کنار بیام متاسفانه محمد از طریق فرشته جریان من و آرش رو فهمید و فرشته بهش گفته بود که اگه مرد هستی دیگه زنتو این ورا نیار. این شد که محمد شد بله جونم. حتی اجازه نمیداد که از پنجره سرمو بیرون کنم و اگه میتونست پنجره ها رو هم روزنامه میکشید که من هیچ راهی به بیرون نداشته باشم. محمد به حدی شکاک شده بود که هر جا می رفتیم چارچشمی مواظبم بود و ازم چشم بر نمی داشت. چند باری که پیش دوستام و خانوادم شکایتش کردم گفتن که خب خوشگلی و بر و رو داری، طبیعیه که حساس باشه، میترسه که نکنه از دستت بده. ولی من خودم خوب میدونستم که درد محمد یه چیز دیگه هست. خلاصه آرش چند باری شمارم و پیدا کرده بود و با هم تماس میگرفت و خواهشم میکرد که طلاق بگیرم و با اون ازدواج کنم. گفت که منتظرت میمونم. ولی من آب پاکی رو دستش ریختم و گفتم که آرش من عاشق شوهرمم
من نمیخوام زندگیم از هم بپاشه. برو پی زندگیت. دست از سرم بردار. و الا به داداشم میگم. آرش هم بعد از چند ماه ازدواج کرد و بعد از مدتی دوباره طلاق گرفت و باز پیگیر من شد. منم دوباره بهش جواب رد دادم. خلاصه که آرش 3 بار ازدواج ناموفق داشت و 2 بچه هم رو دستش مونده بود. و آخرین حرفش به من این بود که هیچ کس نمیتونه جای خالی تو رو برام پر کنه. و من تا ابد منتظرت میمونم. منم 2 بار باردار شدم و الان 2 دختر دارم. سعی کردم دل به زندگیم بدم. هرچند محمد با شکاکیهاش نمیذاره و ناراحتم میکنه همیشه. و فقط به خاطر بچه هم به این زندگی ادامه میدم. محبتایی که خانوادم به هم نداشتن من به دخترام تمام و کمال میدم و سالها از اون جریان میگذره. ولی خب گوشه قلبم تا ابد به عشق آرش میتپه و یه جای خالی همیشه تو دلم هست و اون هم نبوده آرشه. زندگیم خوب یا بد میگذره. اخلاق محمد هیچ وقت با هم خوب نشد. البته دسته بزنم نداره اما خیلی شکاک و عصبیه و اهل محبت کردنم نیست. خودمم اصلا اهل بی‌وفایی نیستم چون 2 دختر دارم و نمیخوام که اونا سرفکنده بشن. چه کار کنم؟ سرنوشت منم از بچگی اینجوری رقم خورد. زندگی من شاید مثل بقیه داستانا هیجان زیادی نداشته ولی برای من چالشای زیادی داشت. و در آخر این مطلبم بگم که بسیاری از ما زن یا مردایی هستیم که فقط به خاطر بچه هامون نفس میکشیم و یه زندگی رو تحمل میکنیم. کاش همه به عشقشون میرسیدن و این حسرت تو دل هیچ کس نمیموند حتی اگر که اشتباه بود. دوستای مهربونم، ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگه به داستان‌های واقعی بیشتری علاقه‌مند هستین، به دیگر ویدیوهای کانال ما سر بزنید که داستان‌های عالی جذابی رو براتون فراهم کردیم. این داستانی که بر روی صفحه به نمایش در اومده یکی از بهترین داستان‌های کانالمون هستش. اصلاً از دستش ندید. تا داستان‌های بعدی شاد و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.